مرغابی پکینی از معمولترین و سرخریدارترین خوراک‌های این آشخانه چینی در مرکز شهر دوشنبه بود. البته تا یک ماه پیش بعد از خروج بیماری کرونا ویروس در چین و همچنین در بعضی از دیگر کشورها، خریداران در تاجیکستان، مشتریان این آشخانه در دوشنبه هم دیگر میترسند که از این خوراک فرمایش دهند برای خود، چون آنها از آن هراس دارند که شاید محصولات این غذا از چین وارد کرده شود. طربخانه چینایی لونگچن در مرکز دوشنبه بیشتر از 10 سال باز فعال است. در طول این سالها باری نخست است که این طربخانه به طور بی سابقه مشتریانش را از دست داده است. بعدی که همین کسلی شد پرومات خالد چخگم وهیمه لغت کرد ایشه نستوزی. وقتی ابیدم استولمون پر همه جای نشست نداشتیم، همه جا پر بود. مسئولان طربخانه میگویند محصولات برای تهیه غذا را اساساً از بازار مهرگان دوشنبه میخرند، اما اکثر مشتریان در این روزها از احتیاط کار میگیرند. مواد کم میخریم، کارگرامون هم فروش کم کردیم، کاسشو کم شد، پسودمایی که ضررش رسوند. آشپزهای طربخانه لونگچن شهروندان چین هستند. هر سال یک بار به تعطیل برآمده به کشور خود می روند، اما فعلا نیتی بازگشت به وطن را ندارند. بسیار شهروندان ما که اینجا کار میکنند به وطن نرفتند. پس از اون رفتنی هستیم که خروج کرونا ویروس پورا نیست کرده شود. 2 سال قبل در شهر دوشنبه افتتاح آشخانه‌های چینایی در اوج بود. حالا در اکثر آنها بسته است. سبب اصلی پیدا نکردن مشتری کافی میگویند. اما چند آشخانه باقی مانده نیز به طور بی سابقه کم مشتری شدند. من از زیرا سیگار خودم نمیخوام که مثال از کسلی کرونا ویروس میگن در شهر چین نمیدونه، بود برای همین نمیخوایم در آمدن که تایید که رستوران برای اون که خیلی محصولاتشون همون طرف میبیان. حالا در تاجیکستان 50 شرکت چینایی فعال است. تنها در کارخانه‌های صنعتی تاجیکستان حدود 2000 شهروندان چین کار میکنند. پس از خروج کرونا ویروس در چین، هر نفری که از آن کشور وارد تاجیکستان میشوند 14 روز زیر نظارت ویژه طبیبان قرار میگیرند.